در صورت و بدن یک دختر افغان نام الله، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و برخی از آیات‌های قرآن کریم نمایان شده است. این دختر به تلویزیون یک میگوید که نخست تب شدید پیدا میکند و پس از آن نامهای خداوند، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و کلمه شهادت و برخی از آیات‌های قرآن در روی دستها و صورتش نمایان می شود. این دختر در منطقه خیرخانه شهر کابل زندگی میکند و اکنون در یکی از مدارس دینی شهر کابل نیز آموزش می‌بیند. دستم بیدم که در اون نمایان شده بود یا الله، او را استاد ما دیده بود، مرا گفت در تو یک یا الله نوشته شده، تو خانه رفتی به همگی بگوی. من که گفتم همگی در خانه خود شده. من مدت اول تو سرخ میگشت، با تو میکردم، با خدا نمایان میکرد. روز 2 بار 3 بار شاید از 5 بار یا 6 بار برایم. یا الله بسم الله الرحمن الرحیم، یا محمد لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته میشه. اینا آورده شد، دیدیم که در وجودشان، در دستشان نوشته است که لا اله الا الله محمد رسول الله. برای فردا که دیدیم که کلمه یا الله نوشته شده است. باز آیات دیگه که اللهم رب افتح لی ابواب رحمتک، این دعا نوشته شده است. انا فتحنا لك فتحا مبینا. این چیز آیات متبرک و بعض دعای مسنون در وجودشان کاملا واضح دیده میشه که یک قدرت پروردگار است تا مردم را متوجه بسازه که دین خدا بر حق است.